زمانی که 180 کیلو بودم روی یه مبل یه نفرم جام نمیشد. شاید باورت نشه ولی من حتی توی خواب هم گاهی نفسم بند می اومد و نفسم قطع می شد. اما من 6 سال پیش عمل جراحی کردم. عمل جراحی مینی بایپس اومگا. حدود 6 سال پیش عمل جراحی مینی بایپس اومگا انجام دادم. اون موقع 180 کیلو بودم و خیلی رژیم ها گرفته بودم از بچگی. یعنی من مشغل چاقیم از 6-7 سالگی بود. از بچگی توپل بودم و چاق بودم و همین موضوع باعث شده بود که اعتماد به نفسم پایین بیاد و روز به روز چاق‌تر بشم. خیلی رژیم های زدی گرفتم و پیش دکترای مختلفی رفتم، از تهران، خوزستان، اصفهان، هر جایی که تو فکرشو کنی من دکتر رفتم. زمانی که 180 کیلو بودم حتی روی یه مبل یه نفرم جام نمیشد. شاید باور نکنی اما تو خواب هم نفس کشیدن برام سخت و دشوار بود. اما به همین آسونی و راحتی که الان دارم براتون میگم نبود. من 2 بار از اتاق عمل بیرون شدم چون که دکتر بیهوشی منو بیهوش نمیکرد و این موضوع داشت روی زندگی من تاثیر خیلی زیادی میذاشت. خب من سنم کمتر بود و همین که خیلی آرزوها داشتم برای انجام دادن و همشون به خاطر اضافه وزنم نمیتونستم اون کارا رو انجام بدم. کاری که دوست داشتم و نمیتونستم انجام بدم. حتی کارهای شخصی خودم من برام مشکل و دشوار شده بود انجام دادنشو. این داستان زندگی منه، از اضافه وزنم تا به الان. البته هنوز هم اضافه وزن دارم ولی با یه فرق کوچولو. الان میدونم چی میخوام و مسیرم رو پیدا کردم. 6 سال پیش توی مسیر افتادم و توی این 6 سال یاد گرفتم که چجوری باید زندگی کنم، چجوری باید وزنم رو کم کنم و یه زندگی ایدئال و بدنی سالم داشته باشم و هنوز هم دنبالشم. من حدود 6 سال پیش عمل جراحی مینی بایپس اومگا انجام دادم. عمل لاپاراسکوپی بودش. وزن من اون موقع 180 کیلو بود و BMI من بیش از 70 بود. یعنی 70.1 بود. و 8 تا تاییدیه باید از دکتر میگرفتم و هر دکتری که میرفتم فقط وقتی نگاه میکرد میگفت تایید شد. دکتر ریه رفتم، مشکل ریه داشتم، اکسیژن خونم پایین بود و در خواب آپنه خواب داشتم. یعنی 99 بار وقفه تنفسی، یعنی تنفس در خواب قطع میشد کامل. و تحت درمان قرار گرفتم و بعد دکتر بعدی دکتر معده بود که رفتم و دچار میکروب معده بودم و دارو برام نوشتم و باز هم اون هم درمان کردم و به همین ترتیب دکتر تغذیه، دکتر روانشناس و دکترهای دیگه 8 تا تاییدیه رو گرفتم و رفتم برای عمل. و از همه مهمتر و پر درد سرترینش دکتر غدد و متابولیسم بود. من تیروید بالای 40 داشتم و غددهای دیگم تحت تأثیر غده تیروید قرار گرفته بودن و تنظیم نبودن و اونها خیلی بالا بودن و همین منجر به این شد که 2 بار از اتاق عمل بیرون بیام. فکر کن با کلی امید و آرزو وارد اتاق عمل میشی، به امید این که لاغر میشی، اما نمیذارن و بیرونت میکنن. میگن که دکتر بیهوشی اجازه بیهوش کردن من رو نداد به خاطر تیروید بالا و 2 بار به خاطر تیروید بالا من از اتاق عمل بیرون اومدم و تحت درمان قرار گرفتم تا تیرویدم به 8 برسه. کبد چرب گرید 2 داشتم و کلسترول و چربی و اینا هم که همشون روش بود دیگه به هر حال. ولی یک سال خورده‌ای تمام دوندگی کردم تا بتونم عمل جراحی کنم. خیلی سخت بود. شاید الان که دارم براتون میگم اون سختی‌های اون لحظه برام تداعی شده و خیلی حس همیشه گفت هم حس خیلی بدی پیدا میکنم، هم خوشحال میشم که به خواستم رسیدم.
این مسیر خیلی مسیر سخت و پرفراز و نشیبی بود. باعث شده بود که اعتماد به نفسم خیلی پایین بیاد و این موضوع خیلی منو ناراحت. وقتی عمل جراحی رو انجام دادم متوجه شدم فقط مشکل جسم نیست، ذهن آدم هم مهمه. تا اگه جسمتو لاغر کنی اما ذهنت هنوز ذهن اون آدم 180 کیلو باشه، نمونهش میشه مثل منی که بعد از 6 سال دوباره اضافه وزن پیدا کردم، ولی این بار لاغر کردم و این بار اصولی لاغر کردم. از ذهن شروع کردم.